مقایسه معنای ماه‌های ایرانی و عربی. معنی ماه‌های عربی: محرم، حرام بودن قتل. صفر، تهی از مال به دلیل غارت. ربیع الاول، ماه اول بهار. ربیع الثانی، ماه دوم بهار. جمادی الاول، یخبندان اول. جمادی الثانی، یخبندان دوم. رجب، عظیم به دلیل توقف جنگ. شعبان، فرقه و اختلاف. رمضان، ریگستان گرم. شوال، جفتگیری شتران. ذوالقعده، دست برداشتن از جنگ. ذی‌حجه، ماه زیارت. معنی ماه‌های ایرانی: فروردین، انسان‌های پاک. اردیبهشت، بهترین راستی. خرداد، رسایی کامل. تیر، ایزد باران. مرداد، جاودانگی. شهریور، شهریاری نیک. مهر، پیوستن با مهربانی. آبان، آبهای پاک. آذر، روشنایی آتش. دی، دانایی آفریننده. بهمن، منش نیک. اسفند، آرامش افزاینده. انتخاب شما کدومه؟ برای دیدن ویدیوهای